سلامی دوباره خدمت شما عزیزان، چه حال چه احوال. یک متد جدید و همراه با مهندسی اجتماعی. این ابداع خودم هستش. فکر میکنم تنها کسی که این رو اجرایی کرده و استفاده کرده ازش خودم بودم و کسایی که این دوره رو تهیه کردن. دوره پادشاه این اینستاگرام که تعدادشون خیلی محدوده ولی این روش رو میدونن. بهتون قول میدم روش ساده است. خب ابتدا بهتون میگم ولی توش مهندسی اجتماعی هستش. یعنی چی؟ یعنی که هک مغز. یعنی مهندسی اجتماعی بخوام به صورت ساده بهتون بگم اینه که خیلی از موارد نفوذ و خیلی از موارد این چنینی، حالا من خیلی کلمات رو نمیتونم اسم ببرم چون تو یوتیوب هستیم، از طریق مهندسی اجتماعی صورت میگیره. یعنی اون متدهای کدنویسی و متدهای چیزا هم جوابه، ولی بیشتر این موارد از طریق همین مهندسی اجتماعی. اگر دوستایی که علاقه دارن در مورد مهندسی اجتماعی، یک ویدیو براشون ساختم داخل یوتیوب، میتونین ببینین، دربارش تحقیق کنین، خیلی جالبه. یعنی به شدت بهتون پیشنهاد میکنم کسایی که میخوان چه بحث امنیت رو کار کنن، چه بحث حالا موارد باگای امنیتی رو کار کنن، مهندسی اجتماعی رو برم ببینن. ببین اصلا یه دنیاییه. این متد چی اسمش؟ متد تروجانه. من سعی میکنم اون قسمت هایی که نباید قرار بدم داخل یوتیوب رو کات کنم. شاید یه قسمت هایش کات بشه، باید برم دوباره نگاش کنم، ولی متد بسیار جذابیه و ما 3-4 تا پیج رو به این نحو تونستیم به قولن ببندیم. دلیل داشته، یعنی ما اصلا کار غیرقانونی انجام نمیدیم، ولی پیج مثلا هیچ باگی نداشت، باگ امنیتی نداشت و هر کاری میکردیم نمیشد، ولی با این متد و این روش ما تونستیم این کار رو بکنیم. الانم برای چی دارم اینو پابلیک میکنم؟ به این دلیل که قطعا وقتی که یه عده بدونن یه عده دیگه هم میدونن، بعد این نمیخوام دست یه عده خاص باشه منحصرا و بتونن از این طریق استفاده کنن که خیلی پیج‌ها رو بتونن ببندن و بیشتر این پیج‌های بزرگ که تبلیغاتن، این باگ تبلیغات، میدونی؟ حالا تو ویدیو میریم میبینیم، خیلی ساده است و خیلی جذابه و خیلی کاربردیه. هر کسی که هر بلاگری، هر پیج بزرگی که تبلیغات انجام میده میتونه مورد نفوذ این حمله قرار بگیره و پیجش بسته بشه. و این نوع بستن نوعی هستش که دیگه بازیابی نداره. متوجه هستین؟ و به شدت باگ خطرناک. خیلی ساده است ولی خیلی خطرناک. من این رو گفتم شما عزیزانی که این ویدیو رو میبینین، چه میتونین ویدیو رو بفرستین، چه خودتون تا میتونین اطلاع رسانی کنین در مورد این قضیه، که این پیج هایی که در خطر هستن حداقل از این طریق بتونن جلوش رو بگیرن. و بریم ویدیو رو ببینیم دیگه ها. نظرتو داخل کامنت برام بنویس. لایک، این ویدیو مال 2 سال پیشه. 2 سال پیش ما از این متد استفاده می‌کردیم. لایکت هم نشون میده که ما راهمون درسته، یعنی داریم محتوایی درست می‌کنیم که شما میپسندین و من محتوا رو روی این محور قرار میدم. و کامنتتون، نظرتون رو هم برام بنویسید. کانال رو هم سابسکرایب کنید که از ویدیوهای قدیممون و جدیدمون مطلع بشید. امیدوارم هر جا هستید حال دلتون عالی بشه. بریم ویدیو رو ببینیم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوایم در مورد متد بستن پیج تروجان صحبت کنیم و کلاً یک متد بسیار قوی هستش، مهندسی اجتماعی داخلش هستش و از این متد ایمپر استفاده میکنیم برای بستن. متدی هستش که خودمون یعنی چجوری بگم کشفش کردیم، اینجوری شاید بهتر باشه، و خودمون خیلی استفاده کردیم برای پیج هایی که به سختی روشون ایمپر میخورد. و کلن حالا تو قسمت اسلاید بعدی بهتون میگم کلن برای چی حالا اسمش گذاشتیم اسب تروجان یا متد تروجان. داستانش که خیلی هم میدونن، فیلمش هم ساختن، از این قراره که حالا یه قلعه‌ای بوده و فتح نمی‌شده. راهی که پیدا میکنن اینه که یک مجسمه‌ای درست میکنن به شکل اسب
و اسب تروجان هستش که داخلش سربازها مخفی می شدن و وقتی که این رو هدیه میدن به اون کاخ، کل سپاه عقب نشینی میکنه که این اعتماد کنن و اسب وارد کاخ میشه. در رو میبندن، همه دورش جمع میشن و یه مرتبه سربازا بیرون میان و اون در رو باز میکنن و سپاه میاد داخل اون کاخ و کاخ فتح میشه. این برای پیج هایی هستش که به شدت ساپورت بالایی دارن، قوی هستن، ایمپر کم روشون جواب داده، یا اینکه اصلا کلا میخوام خیلی سریعتر این کار انجام میشه و نمیخوایم وقت بذاریم روی این قضیه که بریم مثلا براشون بسازیم مدرک و این صحبت ها. خیلی ساده است، میریم یک تبلیغی بهشون میدیم، مثلا عکس خودتون و داخل حالا پیج خودتون هم میتونه باشه، حتی منشنش هم کنه، هیچ فرقی نمیکنه، عکس، ولی فقط عکس بدید، فیلم ندید. خب و داخل کپشن بذاریم بریم توی استایل وضعی، دقیقا همین چیزی که دارم میگم. داخل کپشن شما بیایید اسم و فامیل خودتون رو بنویسید. مثلا بنویسید من میثم سالاری هستم، متخصصه. ببین اینا هم همه تخلف داره. اگه پیجتون متخصص امنیت پیج، ببین پیج امنیت اینا رو داریم. اگه پیجتون دیسیبل شده، هک شده، ببین تخلف این هک، یا اینکه اینستاگرام محدودتون کرده، همه این موارد ببین کلی تخلف تو اون کلمات میگنجونید، ولی مهمترین گزینش اسم و فامیلتون هستش و عکس خودتون به طور کامل واضح ارسال میکنی و میرید با بذارید من یه دونه پیج بیارم، مثلا به طور مثلا چهرازی مجله چهرازی، پیج بسیار عالیه و خدمت رو عرض کنم که 1 میلیون فالوور داره. ببینیم افراد بسیاری هستن داخلش که اینا میتونه ایمپرشون بخوره. این افراد شاید شما نخواهید انقدر وقت بذارید و برید این کار رو انجام بدید و مدارک رو درست کنید و ارسال کنید. راه ساده ترش چیه؟ شما به طور مثال میگم این پیج اگه کسی بزنه به صورت قانونی به مشکل میخوره هر کسی این کار رو انجام بده. به طور مثال میرید تو قسمت تبلیغاتش، آیدی تلگرام و میگید من این عکس رو میخوام آپلود کنم و این متن رو میفرستید. اگه اون شخص بحث امنیتی رو بدونه، مثلا میگه متنتون مشکل داره، داری هک و این استفاده، بگو باشه برام چیزش فیلترش کن، یعنی نقطه بذاره و همون بحث سانسوری که ما درس دادیم بهتون تو اون قسمت بگین این کارو بکن، ولی بذارید اسم و فامیلتون رو به صورت کامل بنویسید و اینجا وقتی که پست بشه شما سریعا اقدام میکنید به ایمپر اون شخص و فکر میکنم کمتر از 1 ساعت پیج اون شخص میپره و جالبش اینه که تنها با عکس شما، ببینید اینو بنویسید، من میثم سالاری هستم، مثلا من علی کریمی هم، من نمیدونم کی هستم، من هستم رو بنویسید. این کلمه و اسمتون مابینش حتما قرار بدید، چون دقیقاً داره میگه که من این هستم و داخل پیجی که شما نیستید. خب وقتی که عکس گذاشته میشه داخل پیج، شما ایمپر اون پیج رو میزنید و پیج دیگه رو هواست و تنها کسی که میتونه اون پیج رو برگردونه شخص گم شده هستش. به روش های مختلفی شما میتونید. ببینید من بارها میگم باید پیج غیرقانونی، کار غیرقانونی انجام داده، شما این کارها رو انجام بدید، نرید این پیج هایی که به قولن دارم به مردم کمک میکنن واقعا ترورسانی کارشون خلافی انجام ندادن یا هر چیز دیگه برای اینکه خودی نشون بدید این کار رو انجام بدید. شاید خیلی ها دارن هزینه زندگیشون از این راه در میارن. تنها در صورتی که اون پیج برای شما محرز باشه که غیر قانونی، کار غیر قانونی انجام داده، نمیدونم داره عکس کسی رو میذاره، نمیدونم انواع اقسام این چیزای دیگه، ولی به صورت قانونی باشه که شما وقتی که تو مراجع قانونی اگر خدای نکرده کارتون افتاد، سرتون رو بگیرید بالا و بگید که من به صورت قانونی کار کردم. این از این مورد و چیزهای دیگه میتونید خودتون بسازید که به نحوی باید باشه که این عکس اینجا گذاشته بشه
و به محض اینکه گذشته شما سریعا ایمپر رو بزنید. خیلی این روش جوابه. این داره اعزام میکنه من فلانی هستم در صورتی فلانی نیست و اون شخص اصلا نمیدونه شما دارین چی. و این یه چیز من بهتون بگم، این متد اگه وایرال بشه ها سوخت میشه. تعداد خیلی کمی هستن که این متد رو الان میدونن و خواهشاً پیش خودتون نگه دارید این متد رو و به کسی اصلا تعریف هم نکنید، حتی به دوستانتون تعریف نکنید که این قضیه هستش، که اگه این اتفاق بیفته دیگه روش‌های دیگه باید استفاده کنیم برای زدن اون پیج. متدی هستش که به هر کسی الان بگی که عکس منو چیز کن بذار یا تبلیغ کن یا این گم شده فلان، این میذاره و هیچ مشکلی نداره روی این قضیه، چون اصلا نمیدونن قضیه از چقدر و میخوان تارگت بشن. پس همین رو حفظ کنید، پیش خودتون استفاده کنید، پول در بیارید ولی به صورت قانونی. پول خیلی خوبی هستش تو بحث بستن، خیلی سفارش میتونید بگیرید روی این قضیه، ولی زمان میبره که افراد بیان به سمتتون. یه رزومه کار باید داشته باشید، افراد به صورت دهان به دهان یعنی باید توصیه‌تون کنن، بعدش دیگه قدرت گرفتید این کار دیگه هم میتونید، تبلیغات هم میتونید انجام بدید و موارد این چنین. و بهتره که استوری نباشه، پست باشه. حتما رو پست کار کنید، تبلیغات رو استوری نرید دیگه. موردی که تو این متد باشه چیزی به خاطرم نمیاد. امیدوارم که هر جا که هستید سالم و سلامت باشید، مراقب خودتون باشید و همیشه جیبتون پر.